این مردی رو که حالا در عکس میبینید خود را نماینده کشور معرفی میکند. اما این دولت تنها در اینترنت ارزی وجود دارد و به موجودیت آن از جمله چند مهاجر تاجیک باور کردند. یک ساکن شهر سنت پترزبورگ با وعده زندگی افسانوی کشور را با نام جزیره آزاد شایگری ACPI از خیالش بافته با همین نام شناسنامه تیار نموده به مهاجران کاری فروخته است. همکارم عبدالله اشورов از جزئیات با خبر است و سوالهای زیادم را از او میپرسم. عبدالله سلام، نخست بگو که این شهروند کیست و چگونه توانسته است مردم را با کشوری بافته‌اش مایل کند و با آنها حتی شناسنامه آن کشور را فروشد؟ سلام شهلا، واقعا مهارت فریب کنی این شخص حیرت آور است. این نفر والری سوخانوف ساکن 64 ساله شهر سنت پترزبورگ می باشد. جزیره کشوری بافیده او در میانه های اقیانوس اتلانتیک گویا جایگیر بوده است. او به نام این کشوری در اصل وجود نداشته یک سایت هم تشکیل داده خود را به مهاجران زودباور کنسول این کشور معرفی کرده است. با گفته پلیس شهر سنت پترزبورگ عین حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده از او بر عوض 100,000 روبل روسی شناسنامه کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است. اما به هر حال عبدالله چگونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟ شهلا سوخانوف هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندگان گفته است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکانتاکت سوخانوف مکان تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری بافیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سنت پترزبورگ نوشت که سوخانوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری بافیده او را میکردند میگفته است که اگر 1 میلیون نفر شناسنامه های دولتش را بخرند کشور میتواند زمین های علاوگی خریده وسیع شود و به هر شهروندش برای آغاز کار و تجارت 25,000 یورو کمک پولی خواهد داد. بر ضمن این به گفته نشریه سوخانوف به کار افتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سوخانوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند. حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟ پلیس شهر سنت پترزبورگ نسبت والری سوخانوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده تفتیشات حالا ادامه دارد. خب در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ مهاجران عزیز زود باور نباشید و طوری میگویند پولی را که با نوگی سوزن جمع آورده اید با 5 شاخه به باد ندهید.